نقطه مقابل عبادت تاریخی معصیت تاریخیه. معصیت تاریخی این هست که انسان کاری بکنه ضربه بزنه به ولایت حق، کاری بکنه تضعیف بکنه ولایت حق و نماد ولایت حق، تجسم ولایت حق امام معصوم رو، امیر المومنین رو. مهمترین سعیی که شیطان و دستگاه ابلیس داشته این بوده که مردم رو از اون تجسم ولایت حق، از اون فرمانده ولایت حق جدا بکنه. وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام بعد از رسول خدا فرمانده این جبهه است، تجسم ولایت حق. اگر مردم از او جدا بشن، از هدایت جدا شدن، از صراط جدا شدن. تا او هست و همراهی با او در صراط حرکت میکنن، از صراط و علی بن ابی طالب. اگر میخواید ببینید مأموریت حضرت زهرا سلام الله علیها چی بود، مأموریت حضرت زهرا سلام الله علیها حفظ محور جبهه حق، حفظ تجسم ولایت حق امیر المومنین علیه السلام بود که اگر او رو حفظ بکنه جبهه باقی میمونه و اگر او رو بزنن و حذفش بکنن جبهه حق از بین خواهد رفت. الله اکبر. ماها عبادت تاریخیمون اینه که شریک بشیم با انبیا و اولیا، شریک بشیم با انبیا و اولیا در جبهه حق. اما عبادت حضرت زهرا اینه که خود جبهه رو حفظ کنه، خود جبهه حق رو حفظ بکنه، با حفظ محورش، با حفظ امامش. اگر امامش رو بزنن، پیغمبر رو زدن، قرآن رو زدن، جبهه حقی دیگه باقی نمونه که من و شما عبادت تاریخی انجام بدیم، بخوایم شریک بشیم با انبیا و اولیا تو تاریخشون، تو عباداتشون. جبهه حقی دیگه باقی نمونه. این اون مأموریت حضرت زهراست که کل تاریخ اگر عبادت میکنه مرهون اوست. او جبهه رو نگه